مبحث دیگه که میخوایم بچه رو بهش بپردازیم رخدادهایی هستش که در طی هفته اول تکاملی به وجود میاد. گفتیم که توی خانم ها با آغاز هر در واقع با بلوغ جنسی سیکل های ماهانه منظمی به وجود میاد که این سیکل های ماهانه منظم طبیعتاً توسط یک سری ساختارهای نظارتی مثل هایپوتالاموس کنترل میشه. میاد و یک سری هورمون های آزاد کننده گونادوتروپین ها یا GnRH رو به وجود میاره. اینها میاد روی هیپوفیز انتریور تاثیر میذاره، گونادوتروپین رو به وجود میاره. پس هیپوتالاموس GnRH هیپوتالاموس به انتریور هیپوفیز میرسه و میاد گونادوتروپین ها رو ترشح میکنه. گونادوتروپین ها کدوم هستن بچه ها؟ LH و FSH هستن، هورمون محرک فولیکولی و هورمون محرک لوتئینی که اینها خودشون تاثیر میذارن روی تخمدان و یه سری تغییرات دوره‌ای رو توی تخمدان به وجود میارن. تغییراتی که تو تخمدان به وجود میاد هم بچه‌ها منجر میشه که هورمون‌های استروژن و پروژسترون از تخمدان رها بشه و بیاد تاثیر بذاره روی بافت‌های مختلف از جمله بافت رحم و منجر بشه به یه سری تغییرات ماهانه‌ای که در رحم اتفاق میفته. بنابراین به ترتیب از بالا به پایین هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان و در نهایت رحم. پس ما یه سری تغییرات سیکلیک رو در تخمدان داریم و یه سری تغییرات سیکلیک رو در رحم داریم. خب در مبحث لحظاتی قبل اشاره کردیم که بعد از بلوغ جنسی ابتدای هر سیکل جنسی در واقع 5 تا 15 فولیکول شروع می‌کند تحت تاثیر هورمون‌هایی که از هیپوتالاموس و هیپوفیز آزاد شدن شروع می‌کنند به مچور شدن و بالغ شدن و در حالت نرمال و غیر تحریک دارویی در حالت نرمال یک کدوم از اینها در نهایت تخمک گذاری میکنه و بقیه اونها بچه دچار آترزی میشن، از بین میرن، تحلیل میرن، جانشین اینها بافت همبند میشه. حالا این تخمکی که فولیکولی که از بین رفته اووسایتش و بافت همبند جایگزین شده اصطلاحاً بهش میگن جسم تحلیل رفته یا کورپوس اترتیکوم. خب دیگه در واقع اون فولیکول ها بچه ها تحت تاثیر این هورمون ها سلول های گرانولوزا و تکایی که وجود دارن اینها با هم کمک میکنن و هورمون هایی که از تخمدان ترشح میشه در واقع از این سلول ها هستش که ترشح میشه. پس سلول های گرانولوزا و سلول های تکا تحت تاثیر اون LH FSHی که روشون اثر گذاشته میان هورمونی رو مثل هورمون استروژن تولید میکنن که استروژن کمک میکنه به این که در واقع رحم اندومتر رحم بره توی فاز تکثیری خودش تکثیر بشه، ترمیم بشه و همینطور تغییراتی رو در گردن رحم هم به وجود میارن. مثلا ماهیت موکوس گردن رحم رو تغییر میدن تا اینکه چون نزدیک تخمک گذاری میخواد بشه این فاز در واقع تکثیری اگر اسپرمی وجود داشته باشه به راحتی بتونه وارد بشه و همینطور خودش یک عامل محرکی هست این استروژن برای اینکه غده هیپوفیز رو تحریک بکنه که LH رو ترشح بکنه. تقریبا در میانه های سیکل همونطور که میبینید یک سرچ یا به اوج رسیدن ترشح LH رو ما داریم که این خودش یک عامل محرکی هست که کمک میکنه اووسایت ها میوز یک خودشون رو تکمیل بکنن، میوز 2 رو آغاز بکنن، همینطور تولید پروژسترون رو تحریک میکنه و عاملی هست برای آزاد شدن تخمک ها و عملا تخمک گذاری یا اووولیشن. اگر در کل بخواید بچه ها این نمودار رو یک نگاهی بهش بندازید همونطور که میبینید حالا با اون ساختاری که شناخته شده تر هست روند تغییرات رحمی هست. یک دوره ابتدایی رو هر سیکل
حدوداً 28 روزه داره که ابتدای هر سیکل با خونریزی یا اصطلاحاً منس آغاز میشه که دیواره رحم به خاطر اینکه مقدار هورمون ها همونطور که میبینید تو حداقل مقدار خودش هست ساپورت نمیشه و ریزش پیدا میکنه، ولی به تدریج با افزایش در واقع با بلوغ این فولیکول ها و ترشح شدن هورمون استروژن دیواره شروع میکنه به ترمیم و بازسازی که اصطلاحاً وارد مرحله تکثیری یا پرولیفریتیو میشه. یک سرچ LH یا به اوج رسیدن LH رو داریم. همونطور که میبین FSH هم یک مقدار زیاد میشه، ولی خب اون افزایش LH خیلی نمود بیشتری داره. این مرحله رو اگه بیایید مقایسه بکنید با رخدادهایی که در تخمدان داره اتفاق میافته، همزمان میشه با وقتی که ما فولیکول ثالثیه‌مون در حال شکل گرفتنه. میبینید گفتیم شروع هر سیکل تخمدانی چند تا فولیکول شروع میکنن به تحریک شدن. اون مراحل مختلف در واقع فولیکول بدوی، فولیکول اولیه، ثانویه و ثالثیه که دیگه نهایتاً بالغ میشه. خود این افزایش LH عامل تحریک کننده ای میشه برای اینکه تخمک آزاد بشه و همونطور که میبینید بعد از اون بقایایی که ازش باقی میمونه از این فولیکول شروع میکنه به در واقع لوتئینی شدن، اصطلاحاً جسم زرد یا کورپوس لوتئوم رو به وجود میاره که پروژسترون ترشح میکنه. رحم رو میبره تو فاز چی بچه‌ها؟ تو فاز ترشحی. تو فاز ترشحی رحم آماده هست برای لانه گزینی. حالا اگر اسپرمی تو این مسیر تو این زمان وجود داشته باشه که این تخمک رو بارور بکنه، در واقع این ترشح پروژسترون ادامه پیدا میکنه. جسم زرد تا مدتی باقی میمونه، به ترشح پروژسترون ادامه میده تا مسئول حاملگی قابلیت پیدا بکنه، جفت یا پلاسنتا قابلیت ترشح پروژسترون رو پیدا بکنه و در واقع ساپورت بکنه از دیواره رحم که حاملگی رخ بده. در غیر این صورت در واقع دوباره یک سیکل جدید شروع میشه. این هورمون ها به در واقع کمترین مقدار خودشون میرسن و دوباره این سیکل بعد از 28 روز مجددا شروع میشه. خب اووولیشن یا تخمک گذاری، دیدید که توی اسلاید قبلی چند روز قبل از اووولیشن فولیکول گرفت یا ترشیری ما تحت تاثیر LH-FSH به سرعت رشد پیدا کرد، قطرش به بیشترین مقدار خودش رسید. اوووسایت اولیه هم قبلا خدمتتون عرض کردم تو این مرحله تقسیمش رو از سر گرفته، اولین میوزش رو تمام میکنه. اگر سطح تخمدان رو در واقع مورد بررسی تو این زمان قرار بدیم میبینیم که تخمکمون خیلی این در واقع فولیکولمون خیلی به سطح تخمدان نزدیک شده، یک بخش برجسته رو به وجود میاره به نام استیگما. به دلیل این فشاری که فولیکول وارد میکنه به این سطح تخمدان، این قسمت از سطح تخمدان عروق خودش رو از دست میده، انقباضاتی که در واقع در دیواره تخمدان به وجود میاد و همینطور یک سری اتفاقات موضعی که توی اون منطقه استیگما رخ میده کمک میکنه به اینکه اون منطقه در واقع از هم گسیخته بشه و عملاً فولیکول پاره میشه و اون اوووسایت خودش رو آزاد میکنه. آیا تنها اوووسایت رو آزاد میکنه؟ نه، یک مقدار از اون سلولای گرانولوزای اطرافش رو که به نام کومولوس اووفوروس خونده میشد هم همونطور که میبینید همراه باهاش آزاد میشه. پس یک اوووسایتی رو داریم. اوووسایتمون مرحله اوووسایت ثانویه است، توی دومین تقسیم میوزی خودش هست، زونا پلوسیدا داره و در اطرافش چند ردیف ما سلولهای کومولوس اووفوروس رو داریم. خب اصطلاحاً به این سلولایی که در اطراف اوووسایت قرار گرفته بچه‌ها بعد از آزاد شدن کرونا رادیاتا یا تاج شعاعی گفته میشه. پس اگه پرسیدیم توی مرحله اووولیشن چه ساختاری رو داریم، میگید اوووسایت ثانویه که در واقع میوز اول خودش رو کامل کرده و در آغاز میوز دو خودش هست، تو مرحله متافاز میوز دو باقی مونده. پس اوووسایت ثانویه با متافاز 2 هستش. این زمان که اووولیشن رو داریم بچه‌ها خانم ها یه درد خفیفی رو به عنوان درد میان دوره یا میدل پین اینجا ممکن هستش که احساس بکنن.
اووولیشن یه مقدار کمی دمای بدن رو میبره بالا، از اینا میشه در واقع کمک گرفت و زمان اووولیشن رو تخمین زد. بعد از اینکه اووولیشن انجام میشه، همونطور که در تصویر قبل هم دیدید، چیزی که از سلولای گرانولوز تو فولیکول باقی میمونه همراه با سلولای تکای داخلی یه مقداری تغییر مورفولوژی درشون به وجود میاد. تحت تاثیر LH یه رنگدانه های زردرنگی رو ترشح میکنن و اصطلاحاً سلول های لوتئال رو به وجود میارن و به کلیت اون جسم زرد یا کورپوس لوتئوم گفته میشه که کورپوس لوتئوم بچه پروژسترون میسازه. ببینید جایی که ما کورپوس لوتئوم رو داریم پروژسترون داره چقدر زیاد میشه. پروژسترون همراه با اون بیسی که از استروژن وجود داره میاد و مرحله ترشحی رو گفتیم در رحم به وجود میاره که رحم رو آماده میکنه، اندومتر رحم رو برای لانه گزینی بچه ها، لانه گزینی یا اصطلاحاً ایمپلنتیشن. خب یک کمی قبل از تخمک گذاری بچه ها این شرابه ها یا اصطلاحاً فیمبریه های لوله های رحم میان کامل روی تخمدان رو میپوشونن، آماده که تخمک گذاری انجام شد بتونن تخمک رو دریافت بکنن. خب اینا رو بعداً در بافشناسی سیستم تولید مثلی زن بهتر خواهید خوند که در واقع این تخمک رو دریافت میکنن، با اون حرکات انقباضی و مکشی که دارن میبرن و به قسمت‌های دیگه لوله رحم انتقال میدن با هدف این که میخوان ببرنش به سمت در واقع رحم. از اون سمت اگر در واقع اسپرمی هم وجود داشته باشه از داخل رحم وارد لوله رحمی شده و معمولا اسپرم و تخمک توی این منطقه از لوله رحم که اصطلاحاً بهش آمپولا گفته میشه تو این منطقه به هم میرسن و فرتیلیزیشن یا لقاح درشون به وجود میاد که بعد از اینکه سلول تخم رو به وجود میارن، زایگوت رو به وجود میارن، 3-4 روزی طول میکشه تا این تخم ایجاد شده بتونه خودش رو به رحم برسونه. خب بچه اگر لقاح به وجود نیاد، تقریبا 9 روز بعد اون جسم زردی که به وجود آمده بود، سلول‌های لوتئالی که قابلیت ترشح پروژسترون رو بچه‌ها داشتن از بین میرن. خب و جای اونها رو بچه‌ها سلول‌های یک بافت همبند فیبروتیک میگیره، بهش میگن دیگه جسم سفید یا کورپوس آلبیکنس بهش گفته میشه. خب طبیعتاً پروژسترون کاهش پیدا میکنه و دیواره رحم ساپورت دریافت نمیکنه و همونطور که اشاره کردم دوباره یک مرحله خونریزی از ابتدا شروع میشه. حالا اگر تخمک بارور بشه چی میشه؟ اگه تخمک بارور بشه از سلول‌های جفتی هورمونی به نام گونادوتروپین جفتی یا HCG هیومن کوریونیک گونادوتروپین ترشح میشه که اینو توی جلسات بعد بیشتر باهاش آشنا میشیم. وقتی این ترشح میشه جلوی از بین رفتن جسم زرد رو بچه‌ها میگیره. جسم زرد به رشد خودش ادامه میده، خیلی بزرگ میشه، بهش میگن جسم زرد بارداری یا کورپوس لوتئوم آف پرگننسی. تو پایان 3مین ماه تکامل جنین تقریبا ممکنه نیمی از حجم تخمدان رو این جسم زرد بارداری اشغال بکنه. اگه جسم زرد بارداری قبل از ماه 4 برداشته بشه طبیعتاً سخت رخ میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنوز سلول‌های تروفوبلاست یا سلول‌های جفت اونقدری قابل نشدن خودشون بتونن در واقع ادامه حمایت رو انجام بدن و وابسته به این جسم زرده هستن. خب فرتیلیزیشن بچه‌ها یا لقاح همونطور که اشاره کردم یک فرایندی هست که طی اون گامت نر و گامت ماده به هم دیگه میپیوندن به نیت اینکه سلول تخم تشکیل بشه. تو کدوم ناحیه؟ تو آمپولای رحم معمولاً به هم میرسن. ناحیه آمپولا پهن‌ترین قسمت لوله رحمه، نزدیک به تخمدان قرار داره. اسپرم بچه اگر زودتر از زمان تخمک گذاری برسه به این محل ممکن هست یه چند روزی بتونه زنده بمونه و برعکس تخمکی که آزاد میشه هم تا یه 24-48 ساعت میتونه زنده بمونه. طول
مدت زندمانی تخمک کمتر هست بچه‌ها. اینکه اسپرم چطور خودش رو میرسونه تا لوله رحم، طبیعتاً به واسطه فعالیت موشک‌هایی، انقباضات خود ماهیچه رحم هست، انقباض خود لوله‌های رحم هست و حرکت در واقع اون ساختارهای موشک مانندی که تو گردن رحم هست کمک میکنه برای اینکه اسپرم منتقل بشه. خب اسپرم که وارد شد بچه‌ها توی سیستم تولید مثلی خانوم ها، ابتداً خودش توانایی بارور ساختن اووسایت رو نداره. برای اینکه این قابلیت باروری رو پیدا بکنه 2 مرحله بایست درش اتفاق بیفته. یک، ظرفیت دار شدن یا اصطلاحاً بچه کپاسیتیشن، و 2 واکنش آکروزومی یا آکروزوم ریاکشن، آکروزومال ریاکشن هست. به کمک این 2 که خود ظرفیت دار شدن یا کپاسیتیشن حدوداً 7 ساعت طول میکشه، تو لوله رحم هم اتفاق میفته، یه سری تعاملات بین اسپرم و سطح مخاطی لوله رحم رخ میده. پوشش گلیکوپروتئینی و پروتئین های پلاسمایی از روی قشر پلاسمایی در واقع برداشته میشه و اسپرم آماده میشه برای اینکه وارد در واقع لایه‌های مختلف اطراف تخمک بشه. تنها اسپرمی که ظرفیت دار شده باشه، کپاسیتیشن درش رخ داده باشه، میتونه از سلول‌هایی در اطراف تخمک وجود داشت عبور کنه. چه سلول‌های اطراف تخمک بچه‌ها وجود داشتن؟ بله، یه سری سلول‌های همون یادگارهای کومولوس اوفروس بودن دیگه، بقایای اونا بودن. اصطلاحاً بهش میگفتیم کرونا رادیاتا. حتما باید ظرفیت دار شده باشه، واکنش آکروزومی هم رخ داده باشه تا حالا بتونه در واقع عبور بکنه. همونطور که میبینید ظرفیت دار که میشه از این سلول های کرونا رادیاتا رد میشه، به محض اینکه میرسه به این در واقع زونا پلوسیدایی که اینجا به رنگ زرد برامون نشون داده، واکنش آکروزومی رخ میده. واکنش آکروزومی که اتفاق میفته، یه سری آنزیمایی مثل اکروزین و مواد شبه تریپسینی آزاد میشه که کمک میکنه به اسپرم این آنزیم ها بتونه از زونا پلوسیدا و اون در واقع فضای دور اووسایتی عبور بکنه و به خود اووسایت دسترسی پیدا بکنه. مراحلی رو بچه ها برای لقاح میتونیم تعریف بکنیم. بگیم که یه مرحله در واقع این هستش که پس مراحلی رو برای لقاح میتونیم تعریف بکنیم. یه مرحله این هستش که نفوذ پیدا بکنه به داخل کرونا رادیاتا. میبینید که بین 200 تا 300 میلیون اسپرم ممکن هست وارد سیستم تولید مثلی بشن که از اینها 30 تا 500 تاش به محل لقاح میرسه، بقیه انگار کمک کننده هستن. و از بین این 300 500 تایی که به در واقع مکان لقاح میرسن، تنها 1 دونه اسپرم تو شرایط طبیعی میتونه تخمک رو بارور بکنه. خب به نظر میرسه که بقیه اسپرم ها انگار در واقع نقش کمکی دارن تا این اسپرمی که از همه قابل تر هست بتونه این کار رو انجام بده. مرحله دوم این هستش که بتونه وارد زونا پلوسیدا بشه. گفتیم زونا پلوسیدا یک ساختار گلیکوپروتئینی بود که اطراف اووسایت رو در بر گرفته بود و در واقع اگر اسپرم اون در واقع حالت واکنش آکروزومی درش اتفاق افتاده باشه، به واسطه آنزیم هایی که تو اون کلاهکش هست مثل اکروزین قادر میشه به این زونا پلوسیدا نفوذ پیدا بکنه و در نهایت دسترسی پیدا بکنه به غشاء پلاسمایی اووسایت. به دنبال این اتفاقی که اینجا میفته بچه ها، تغییرات آنزیم های لیزوزومی که از گرانول های در واقع قشری پوشاننده اون قشر پلاسمایی اووسایت آزاد میشن، یه رخدادی در این زونا پلوسیدا به وجود میاد که اصطلاحاً بهش میگن واکنش منطقه‌ای یا زونا ریاکشن. زونا ریاکشن که اتفاق میفته بچه ها دیگه اسپرم دیگه ای رو اجازه ورود بهش نمیده. پس این اسپرم قابلی که وارد شد از زونا پلوسیدا، اون واکنش به کمک واکنش آکروزومیش در واقع بهش نفوذ کرد، زونا پلوسیدا یه سری گرانول هایی ازش آزاد میشه از اووسایت و تغییر ماهیتی در زونا پلوسیدا به وجود میاره که هیچ اسپرم دیگه ای رو بهش اجازه ورود نمیدن، که به این حالت میگن واکنش منطقه‌ای یا زونا ریاکشن.
مرحله سوم بچه‌ها ادغام شدن غشاهای سلولیه. ببینید غشای سلولی اسپرم با غشای اووسایت به همدیگه میپیوندن و طبیعتاً سر و دم اسپرم و به راحتی وارد چی میشن؟ به داخل تخمک وارد میشن. به محض اینکه اسپرم وارد تخمک میشه، سلول تخم 3 تا واکنش درش به وجود میاد. یکی واکنش قشری و منطقه شفاف هست، یه سری آنزیمای لیزوزومی تو گرانولای قشری در واقع آزاد میشه که نفوذ پذیری غشا اووسایت رو به بقیه اسپرماتوزوها از بین میبره، اجازه نفوذ بقیه اسپرم ها رو نمیده، ساختار و محتوای زونوپروسیدا تغییر پیدا میکنه. دوم اینکه در واقع اووسایتمون تقسیم میوزش رو بچه‌ها میوز 2 که مونده بود توی اون مرحله اووولیشن یا تخمک گذاری رو از سر میگیره. به محض اینکه اسپرم وارد اووسایت میشه، میوز 2 رو اووسایت به پایان میرسونه و طبیعتاً یک سلول دختری بیشترین سیتوپلاسم رو دوباره دریافت میکنه و اووسایت نهایی ما رو میسازه و یه دونه دیگه مقدار کمتر و ناچیزی دریافت میکنه و جسم قطبی دوم رو برای ما به وجود میاره. خب این اووسایت نهایی بچه‌ها کروموزوم هاش یک هسته وزیکولری رو به وجود میاره، اصطلاحاً بهش میگن پیش هسته ماده یا فیمیل پرونوکلئوس. سومین رخدادی که بعد از ورود اسپرم اتفاق میافته بچه‌ها این هستش که آغاز فعالیت متابولیک سلول تخم ایجاد میشه. پس اسپرم همینطور که داره به سمت جلو حرکت میکنه که بیاد کنار این پیش هسته ماده قرار بگیره، آروم آروم دمش تحلیل میره، هسته اون قسمت سریش یا هسته‌ایش متورم میشه و این هم یک ساختار گردی رو پیدا میکنه که اصطلاحاً بهش میگن پیش هسته نر یا میل پرونوکلئوس رو به وجود میاره. حالا این پیش نوکلئوس ها میبایستی یا پرنوکلئوس ها بایستی از دی ان ای خودشون در واقع دی ان ای خودشون رو همانند سازی بکنن. اگر این کارو نکنن طبیعتاً بعد سلولی به وجود میاد که نصف مقدار دی ان ای طبیعی رو داره. این ورود یک اسپرم رو نشون میده، پیش هسته میل، پیش هسته یا پرنوکلئوس فیمیل ایجاد شده و آروم آروم شروع میکنه به تقسیم پیدا کردن. حالا لقاح ایجاد شد. نتایج اصلی لقاح چی هست بچه‌ها؟ 23 کروموزوم از پدر، 23 کروموزوم از مادر، مجدداً تعداد کروموزوم ها در سلول تخم شد تعداد طبیعی دیپلوئید. خب جنسیت موجود همین الان مشخص میشه. پس جایی که جنسیت به مشخص میشه بچه‌ها همین ابتدا پس از لقاح هست. اگه اسپرممون حاوی کروموزوم X باشه، یک جنین یا یک رویان امبریوی ماده رو به وجود میاره. اگه حاوی ایگرگ باشه طبیعتاً یک امبریوی نر رو به وجود میاره. پس جنس رویان همین لحظه لقاح مشخص میشه. مشاهده کردید که عامل به وجود آمدن یک سلول تخم یا یک باروری بچه‌ها چندین چیز بود. نرمال بودن هورمون ها، سیکل های تخمدانی و رحمی نرمال و همینطور بچه‌ها طبیعتاً رسیدن اسپرم به مکانی هستش که بتونه دسترسی پیدا بکنه به تخمک. تحت تاثیر هر تغییری که در هر کدوم از این روندها رخ میده میتونیم ما پیشگیری از بارداری یا اصطلاحاً کانتراسپشن رو داشته باشیم. یه سری از این عوامل کانتراسپتیو به صورت فیزیکال هستن، مثلا کاندوم ها. یک سری میان و در واقع هورمونی هستن، مثل قرص های ضد بارداری که ترکیباتی از استروژن و پروژسترون هستن به صورت آنالوگ پروژسترون که مانع اووولیشن تخمک گذاری میشن و در واقع از ترشح شدن LH و FSH جلوگیری میکنن، یا ترکیباتی که از لانه گزینی جلوگیری میکنن و داخل رحم در واقع کاشته میشن. همه این مثل آیودی ها، اینترایوتراین دیوایس ها
و همه اینها میتونن در واقع عواملی باشن که منجر به جلوگیری از بارداری بشن، یا اینکه فرد سیکل نرمالی اگر داشته باشه، تغییرات تخم‌گذاری رو اگر در واقع بتونه مورد محاسبه قرار بده، خب طبیعتاً اگر اون زمان خودش رو در معرض قرار نده ممکن هستش که بتونه به راحتی از بارداری پیشگیری بکنه. و یا به صورت دائمی این پیشگیری اتفاق بیفته، مثل اون حالتی که در واقع لوله های رحمی توی خانم ها بسته بشه که خب عملا اجازه ورود اسپرم و یا از اون ور اجازه ورود تخمکی داده نمیشه که بهش اصطلاحاً تیوبال لیگیشن یا TL گفته میشه، و یا وازکتومی، لوله های در واقع منیبر توی آقایون وازودفران ها بسته بشن. میتونه این هم عاملی برای جلوگیری از بارداری باشه. از اون ور در کنار این در واقع نگرانی که برای بارداری ناخواسته وجود داره، معضل دیگه‌ای رو به اسم اینفرتیلیتی یا نازایی داریم بچه‌ها. 15 تا 30% زوجین دچار اینفرتیلیتی هستن که خب عوامل موثری میتونه در پیدایش نازایی موثر باشه. حالا یه سری فاکتورهای مردانه، یه سری فاکتورهای زنانه و یه سری هم فاکتورهای ناشناخته هستند. خب بچه ها، بعد از اینکه زایگوت یا تخم تشکیل شد ما با کلیویج روبرو هستیم. کلیویج بعد از اینکه تخم به مرحله 2 سلولی رسید یه سری تقسیمات میتوزی متعددی درش به وجود میاد. اصطلاحاً به این تقسیمات میتوزی ما کلیویج میگیم. به دنبال هر کدوم از این تقسیمات سلول هی کوچیکتر میشه، به هر کدوم از این سلول ها یک بلاستومر گفته میشه. بعد از سومین تقسیم تقریبا یک توده 8 سلولی رو داریم، یک توده متراکمی به تدریج به وجود میاد که به واسطه اتصالات محکم به هم دیگه متصل شدن بچه‌ها. بعد میرسه به مرحله تقریبا 16 سلولی، حدود 3 روز بعد از لقاح به مرحله 16 سلولی میرسه. یه توده تمشکی یا توت فرنگی شکل یا بعضی که با شاهتوت تشبیهش میکنن به وجود میاره به نام مورولا. به تدریج مورولا هم درش تغییراتی بچه‌ها به وجود میاد، قطبیت پیدا میکنه. یک بخشی از سلول ها متراکم میشن و تو یک قسمت قرار میگیرن و یک بخش دیگه در حاشیه قرار میگیرن، یعنی یک توده سلولی داخلی یا اینر سل ماس و یک در واقع ردیف سلولای بیرونی یا در واقع اوتر سل ماس رو داریم که اون اینر سل ماس عملاً بعدها میاد و بخش بافتای اصلی بدن امبریو یا رویان رو برای ما به وجود میاره و اونهایی که در اطراف قرار گرفتن پرده ها و جفت رو بچه ها میسازن. دیگه تو این مرحله که کاملا این قطبیت در واقع اون توده سلولی مشخص هست، به در واقع اون محصول میگیم بلاستوسیست. چطور ایجاد شده بچه ها؟ تو همون مورولا ابتدای این قطبیت شکل میگیره، یعنی یه سری سلول ها تو حاشیه و یه سری سلول ها مرکزی میشن، ولی به تدریج یه سری در واقع فضاهای لابلای سلول ها به وجود میاد که با به هم پیوستن این فضاها یه فضای یک پارچه‌ای به نام بلاستوسیست کویتی به وجود میاد. بعد از اینکه بلاستوسیست کویتی به وجود اومد به طور واضح و مشخص توده سلولی داخلی و خارجی از همدیگه به صورت تفکیک شده مشخص هستند و دیگه تو این مرحله به اون محصول حاملگی اصطلاحاً بلاستوسیست گفته میشه. اصطلاحاً به این توده سلولی داخلی بچه‌ها امبریو بلاست هم گفته میشه. همونطور که میبینید در یک قطب بلاستوسیست قرار میگیره. حالا دیگه وارد جزئیات مطالب نمیخوایم بشیم که خود این مرحله بلاستوسیستی هم مراحل ارلی و لیت داره. سلول های حاشیه یا اطراف بچه‌ها برای ما تروفوبلاست رو میسازن، به نام تروفوبلاست خونده میشن. پس اینا امبریو بلاست، این خارجی ها تروفوبلاست خونده میشن که تروفوبلاست همون پرده ها و جفت رو به وجود میاره. اون قسمت از تروفوبلاست که در خارجتر نسبت به امبریو بلاست قرار گرفته، یعنی این قسمت قابلیت تهاجم و نفوذ به اندومتر مادر رو پیدا میکنه و در نهایت جفت رو میسازه و بقیه این تروفوبلاست بچه ها پرده ها رو برای ما به وجود میارن.
خب مسیری که بچه ها سلول تخم طی میکنه رو مشاهده بفرمایید. از لوله در نهایت میخواد برسه به داخل حفره رحم. ببینید تقریبا اینجا مرحله مورولایی هست که به داخل حفره رحم رونده میشه. مرحله بلاستوسیست داخل حفره رحم هست و تقریبا چیزی در حدود 6-7 روز طول میکشه تا برسه به داخل رحم و شروع بکنه به لانه گزینی. پیش درآمد لانه گزینی هم بچه این هستش که ابتداعا میبایستی اون زونا پلوسیده خودش رو از دست بده و همونطور که میبینید اون قطبی ازش که امبریوبلاست قرار داره، ترفوبلاست، اون قطبی ازش که امبریوبلاست قرار داره، سلول ها قابلیت نفوذ و تهاجم به در واقع اندومتر مادر رو پیدا میکنن. رحم هم میدونید بچه چند لایه داره دیگه. این لایه‌ای که درونی تر و ریزش پیدا میکنه اصطلاحاً بهش اندومتر گفته میشه. بیرونتر نسبت به اون چندین ردیف لایه سلول عضله صاف وجود داره که مایومتریوم خونده میشه و بیرونی ترین لایه بافت همبندی یا بافت پیوندی هست که اصطلاحاً بهش پریمتریوم میگیم. اینکه سلول های ترفوبلاست چطور میتونن نفوذ پیدا بکنن؟ خب یه سری در واقع ساختارهایی ابتداعا اینو به همدیگه متصل میکنه، یعنی جفت رو متصل میکنه به دیواره رحم به واسطه اینتگرین ها، لامینین، فیبرونکتین و در نهایت به کمک یه سری ساختارهای آنزیمی میتونه این نفوذ رو انجام بده. خب بنابراین حدود 1 هفته بعد از لقاح، این پایان هفته اول، سلول زایگوت تو انسان البته مراحل مورولا و بلاستوسیستی خودش رو گذرونده، غشاء زونوپلاسیداش رو هم از دست داده و ایمپلنتیشن یا لانه گزینی داخل مخاط رحم رو شروع کرده. خب حواستونم باشه که اینکه فرتیلیزیشن رخ بده حتما ختم به یک بارداری موفق نمیشه. نیمی از کل بارداری ها اتمامشون با سقط خود به خودی یا اسپانتانئوس هست، بدونی که اصلا مادر متوجه بارداری خودش بشه، که بیشتر اینهایی که ختم به سقط میشن بچه ها به دلیل اختلالات کروموزومی هستند. خب یک بار دیگه اون اسلاید اولمون رو الان میتونیم مورد بررسی قرار بدیم با اشراف علمی بیشتر. گفتیم شروع هر سیکل قاعدگی تحت تاثیر هورمون‌هایی که از هیپوتالاموس و هیپوفیز میاد با بلوغ یا مچوریشن فولیکول هاست که فولیکول اولیه، ثانویه و ثالثیه در نهایت تخمک آزاد میشه، باقی مونده تبدیل میشه به جسم زرد. اگر حاملگی رخ نده جسم سفید، اگر حاملگی رخ بده جسم زرد حاملگی که به ترشح پروژسترون ادامه میده. از اون وقت تغییراتی که اینها ایجاد میکنن روی رحم هم قابل توجه هست. سلول های گرانولوزایی که توی فولیکول های مراحل مختلف ایجاد شده بودن شروع میکنن به ترشح استروژن پروژسترون. ابتدا مرحله فولیکولی یا تکثیری رو برای رحم ایجاد میکنن. رحم شروع میکنه دیواره آسیب دیده‌اش رو از نو تجدید کردن. اگه پروژسترون خوب دریافت بکنه، عروق و سلول ها و غددش تکامل پیدا میکنن، قابل این میشه که محصول حاملگی درش لانه گزین بشه. اگر فرتیلیزیشن یا لقاح رخ نداده باشه، پروژسترون میفته پایین، دیوار دوباره ساپورت دریافت نمیکنه، شروع یک سیکل جدید، ریزش با خونریزی. خب اینم دوباره میتونید برای خودتون یک بار دیگه همه اینها رو کنار هم مورد مرور قرار بدید که تصویری از کتاب خودتون هست. خب رفرنس هایی که برای مطالعه جنین شناسیتون میتونید ازش استفاده کنید، همونطور که در ابتدای ترم گفتم، رفرنس اصلی شما جنین شناسی پزشکی لانگمن هست که ترجمه فارسیش توسط خودمون هم انجام شده. میتونید مورد مطالعه قرار بدید. اگر فرصت داشتید مطالب مولکولی رو بیشتر خواستید مورد بررسی قرار بدید، میتونید از کتاب جنین شناسی لارسن هم استفاده بکنید. امیدوار هستم که مطلب امروز براتون مفید فایده بوده باشه. همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.